در اسرائیلیات آمده، احادیثی که از امتهای گذشته برای ما آمده و ما نمیتونیم بر صحت و سقم اینها کاملا صحه بگذاریم، نمیتونیم کاملا رد کنیم، اما آمده که یک زمانی فرشته های ملای اعلی گفتن الله چرا ابراهیم رو به مقام خلت رسوندی، چرا او رو خلیل کردی؟ الله تعالی به این ملائکه گفت برو به هیئت و شکل یک انسان و بگو الله، ببین ابراهیم من چه میکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام چند تا گوسفندایی داشت، اون رفت تو یک محلی که دیده نمیشد، یه خورده پایین تر بود، گفت الله، ابراهیم به وجد نام رب من بالای من کی بود؟ اسم الله گفت، دوان گله رو فراموش کرده، دیوانوار به سمت صدا دیدی که اونجا نشست. گفت چه گفتی؟ گفتم الله. گفت یک بار دیگه بگو. گفت چه میدی اگر یک بار دیگه بگم؟ مجانی نمیگم. گفت چی میخوای؟ تو بپسند. گفت یکی از این چاقترین و بهترین گوسفندات میخوام. گفت مال تو بگو. اون گفت الله. گفت یک بار دیگه بگو. گفت چی میدی این دفعه؟ گفت هر چه تو بگی. گفت کل گوسفنداتو میخوام. گفت کل گوسفندا از تو بگو الله. باز اون به هیئت و شکل یک انسان بود ملائکه، اون باز گفت الله. گفت یک بار دیگه بگو. گفت چه میدی اگر یک بار دیگه بگم؟ گفت هر چه بخوای. گفت چیزی نداری. گفت ابراهیم و همه نسل اولاد او غلام تو میشه. یک بار دیگه بگو. اون ملائکه گفت به تو تبریک میگم، تو آسمان و ملای اعلی فقط این شور و ولوله بود که چرا تو خلیل بشی، تو که برای نام الله اینقدر عشق بازی میکنی و همه هستی و زندگی رو فدا میکنی، واقعا تو لایقی که خلیل الله باشی.